استانداردهای حسابداری کجا به درد ما حسابدارا میخوره؟ سوال اصلا سوال غلطیه. یعنی باید بگیم که استانداردهای حسابداری کجا به درد ما نمیخوره، چون ما حسابدارا اگر توی واحدهای تجاری مشغول به کار باشیم که در سرتاسر حسابداری که در طول دوره گزارشگری انجام میدیم با الزامات استانداردهای حسابداری سر و کار داریم، در مقطع بستن حسابها همینطور، در پایان دوره‌های گزارشگری، در فرایند تهیه صورت‌های مالی باز همینطور، و در همه این موارد اگر شرکت ما حسابرسی بشه توی اون تعاملاتی که با حسابرس شرکتمون داریم باز با استانداردهای حسابداری سر و کار داریم. اگر ما توی مؤسسات حسابرسی هم مشغول به کار باشیم که دیگه بجز اون مواردی که حسابرسی رعایت انجام میدیم و با قوانین تجاری و مالیاتی و سایر قوانین سر و کار داریم که دیگه اون ابزاری که دستمون هستش رو داریم با اون رسیدگی‌های حسابرسی رو انجام میدیم استانداردهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی هستش. پس در واقع استانداردهای حسابداری در سرتاسر فرایندهای کاری که ما حسابدارا انجام میدیم در واقع تنیده شده و آموزش استانداردهای حسابداری از واجبات مسیر پرورش حرفه‌ای هر حسابدار حرفه‌ای هستش.